کمک نوبتی به ساکنان دهه از آفت طبیعی ضرردیده ناحیه خراسان طبق دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در تاجیکستان در حجم 1 تن سمنت همچون تحفه رسانیده شد. از این دستور غمخواری بار دیگر مردم ضرردیده دهه نوبنیاد چهارباغ بس شاد شدند و منتداری خود را به رهبر غمخوار کشور محترم امامعلی رحمان بیان داشتند. از نام خودم از تمام همین 68 نفر که در اینجا آسیب دیدن به همین مردمی که برای ما یاردم میکنن منتداری خود را بیان میکنن، از جمله و پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان و تمام اشخاصی که در اینجا با ما هستند. نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان با سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در دوشنبه امام حیدر برای توجه و غمخواری اظهار سپاس نمودند. گفته می شود که در پایه قرارداد حقوقی مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و پاکستان نزدیک به 60 عدد سازشنامه یا یادداشت‌های تفاهمی بین حکومتی و صحوی را تشکیل می‌دهد. در اساس دستور سفارش‌های پیشوای ملت و از آن جمله جهت اجرای آن نقشه که برای برقرارسازی ناحیه آسیب زده که از 14 می در اینجا سیل آمده بود و در اساس درخواست خود کمیته حالت‌های فوق‌العاده امروز اقدام نوبتی برای رساندن یاری به اهالی ضرردیده رسانیده شد. باید قید نمود که این یاری اولین درجه نیست، بلکه از اول آغاز آن آبخیزی که شد از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و با آن تکنیکای مخصوصی کمیته حالت‌های فوق‌العاده آن موادهای لازمه که برای اهالی پیشنهاد میگشت دسترس گشته ایستاده است. از 68 عائله پرره و خصماً ضرردیده ساکنان جماعت دهاتی به نام صدرالدین عینی ناحیه خراسان در محله نو چهارباغ کارهای جابجاکنی و هموارکنی اساس ته‌کرسی پرره و ته‌کرسی خانه‌ها نزدیک به 100% انجام یافته است. الکی در بخش از منزل‌ها بنیاد دیوار خانه‌ها آغاز یافته‌اند. در همه قطعه زمین رفت ساختمان ته‌کرسی خانه ها ادامه دارد. همین روز ساختمان ته‌کرسی ها به آخر میرسند. بعد از به آخر رسیدن ساختمان ته‌کرسی های خانه های استقامتی به ساختمان دیوال ها شروع می نمایند. در این حشر قریب همه مردم ولایت ختلان و تشکیلات های جمهوری کار کرده ایستادند، حصه خود را گذاشته ایستادند. چند پیش رئیس ولایت محترم قربان حکیمزاده ضمن بازدید از رفت کارهای ساختمانی در محله نوبنیاد و مسئولین برای وسعت بخشیدن به کارهای ساختمانی منتظم رسانیدن کمک‌های خیریوی توسط شخصان سخاوت‌پیشه و صاحبکاران به عائله‌های از آفت طبیعی ضرردیده تقویت بخشیدن کارهای ستاد دائم عمل کننده ولایتی و ناحیوی جهت رفع آفت طبیعی و سر وقت حل و فصل نمودن مشکل‌های موجوده در دهه‌های از آفت طبیعی ضرردیده، ادامه دادن کارهای بضررگردانی، تحت نظارت دائمی طبیبان قرار گرفتن وضع سلامتی ساکنان محله نوبنیاد و مسئله‌های دیگر مورد نظر دستور و سفارش‌ها دادند. امروز در اساس آن رفت کارهای ساختمانی در دهه نو چهارباغ وسعت یافته است. همین دستگیری ها و کمک هایی که هستند با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوصا با تشبث و در راهبری و دستگیری جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردد و در این نقش کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نهایت کلان است و بسیار اقدام خوبی که سفارت جمهوری اسلامی پاکستان برای ما کرده است. این مقدار مواد ساختمانی یعنی سمنت در عین حال برای همین مردم ضرردیده نهایت مهم و ضرور می باشد. در اساس دستور و سفارش‌های رئیس ولایت، کارمندان مؤسسه اداره دولتی راه‌های اتومبیلگرد ناحیه راه‌های محله نوبنیاد را سنگفرش کرده ایستادند. کارمندان مؤسسه با تکنیک‌های ضروری امروزها برای گشت و گذار ساکنان راه‌ها را سنگفرش نموده با تیزانیدن کارهای ساختمانچیان مساعدت کرده ایستادند. در پی آمدن سیل و یارچی روز 14-16 می سال روان ساکنان جماعت دهاتی به نام صدرالدین عینی ناحیه خراسان ضرر مالی و اقتصادی دیدند.
از روزهای اولی آفت طبیعی با دستور سفارش‌های به‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه خراسان ستاد دوم عمل کننده تشکیل شده، ساکنان ضرر دیده تا به امروز با شرایط برای زیست، قطعه‌های زمین نزد حولگی و موادهای غذایی و مصالح ساختمانی تامین کرده شده اند. تا به امروز چندین مراتب دیگر از طرف حکومت کشور، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت، اداره و مؤسسه، کارخانه ها و صاحبکاران کمک های مالی و پولی رسانیده انتظار می رود که تا انجام کارهای ساختمانی در دهه نوبنیاد چنین عملهای نیک و غمخواری ها سامان داده می شود.